امروز سنه 22 سپتامبر است. روز رودکی در سطح ولایت سوخت با تنتنه تجلیل کرده می شود. امروز ما گروهی کاری با چند از ساکنان این منطقه یعنی شهر خوجند پرسش افکار کردیم که قسمت زیادی آنها از رودکی چیزی نمی دانند، اما بیشتری آنها که دانشجو هستند با رودکی شناس هستند. رودکی کیست؟ رودکی شاعر؟ شاعر. چی نوشته است؟ چه از باقناد است؟ امروز روزی زادروز شخص نکنه؟ زادروزی استاد رودکی می؟ خاطرم من نیست که فراسته شخصی. رودکی کیست میشناسید؟ نه کوینه چه وای بنشون دادی تلویزیون من نمیدونم. رودکی کیست؟ رودکی شاعر؟ اساسا ملت دولت تاجیکستان بود. نمیدونم. نه. فقط وای ببینم داستانی پیشتاش به خونگی بودم ولی نمیدونم چیزی. Он поедет. Есть? Парень, который вы знаете? Да, конечно. Скажите. Не хочу. А чего Рудеки ки? شاعر خلقی جمهوری تاجیکستان. Рудеки кист? Рудеки. Ассалам. Рудеки ки? Ассалам алейкум. Рудеки кист? رودکی کیست؟ درباره رودکی چی میدونید؟ ربوعی و یا غزل از رودکی گویید. این سه سؤال اساسی بود که 20 نفر از ساکنان و باشندگان شهر خوجند پرسیده شدند. خلاصه این است که بیشتری پرسیده شدگان از شاعر، سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک بودن آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی آگاهند، اما سوالهای باقی مانده بی پاسخ ماندند. همگی 5 نفر جوان از میراث ادبی ابو عبدالله رودکی تا قدر امکان معلومات دارند. رودکی کیست؟ رودکی این شاعری بزرگی و ادبیاتی تاجیک ابو عبدالله رودکی 800 سالگی اگر خطا نکنم من گویم گر بر سر نفس خود امیری مردی بر کار و کرد نقطه نگیری مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده بگیری مردی. اساسگزار ادبیات کلاسیک فارس تاجیک شاعری بزرگ. اگه شعرش میدون؟ شعرش یادم نمیاد فقط. رودکی سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک. چی چیزا درباره وی میدونید؟ او بسیار اثرهای بدیعی برای خلق تاجیک مانده است. یکی از اثرهای یتیم مرگ و کلیله و دیمنه مادری مای. بچه ها سلام. رودکی کی؟ رودکی اصلا یعنی تاجیکستان. سردفتر کلاسیک تاجیک ابو عبدالله رودکی. چی چیزا میدونید درباره وی؟ خیر رودکی در نوع پنجگی تولد شدگی بعداً اشعارهای زیاد دارن. شاعر همه قدر میدونم، همه قدر در خاطرم موندگی. سال 1850 تولد شدگی خودش. خیلی شعرات خیلی زیاد است. این سردفتر از ادبیات فارس تاجیک می باشد. او خیلی برای ما یک ایدئال می باشد برای ما هم. خیلی شعرات زیاد دارد. مثلا من نخونم بهتر. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بنیاز. مردمان بخردند در هر جهان، راه دانش را به هر گونه زبان. گیر کردند و گرامی داشتند، تا به سر اندر همه بنداشتند. دانش در دل چراغی روشن است و از همه برتر تو جفشن است. از دوره کودکی ما نگاه کرد. ابو عبدالله رودکی آدم شعرا سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک است. او از اولین شاعران تاجیک می باشد که شعر و رباعی و قصیده و غزل را طریق ژانر ایجاد کرده است. تا زمان ابو عبدالله رودکی شاعران وجود داشتند، اما شعر ایجاد کرده آنها به ژانر معین جواب نمی گفت. از این رو اساسگذاری ادبیات کلاسیکی تاجیک عنوان ابو عبدالله رودکی گشته است. استاد ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی همچنان که در اولی سخن گفتیم از زمره نخستین گویندگان شعر تاجیکی است که برای اولین بار غزل را در قالب مناسب یعنی که در ژانر غزلی نیکو گفت، در ژانر قصیده پره و مکمل گفت، قصیده مادری من شکایت از پیری و نخستین رباعی را استاد رودکی گفت و پایه و بنمایه شعر تاجیکی در عصر 10 گذاشته شد، زبان دری تاجیکی هم. بنابراین شاعران بعد رودکی که استاد رودکی تاثیر بسیار بزرگ دارد، خودشان میگویند از جمله عنصری میفرماید که
غزل رودکیوار نیکو بود غزلهای من رودکیوار نیست. یا رشیدی سمرقندی میگوید گر سری یابد به عالم کس به نیکو شاعری رودکی را بر سری آن شاعران زیبد سری. استادانی ادبیاتشناسی فاکولته سخنشناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов سه عامل آدم و شعرا شدن این شاعر کلاسیک را ابراز داشتند. محض این سه عامل باعث شناخته شدن او در دربار سامانیان و بیرون از آن گردیده در عصرهای 9 و 10 همچون شاعری حاضر جواب شهرتیار شده است. ابو عبدالله جعفر رودکی سال 858 در دهه پنجرود شهر پنجکین تولد شده است. وفات او به سال 941 راست می آید. از خود آثار گرانبها را باقی گذاشته است که به آن رباعی و غزل و قصیده هایش داخل می شوند. تا امروز 131 غزل و قصیده، 35 رباعیات رودکی و همچنین مثنوی کلیله و دیمنه سینبادنامه باقی مانده است. رودکی نخستین کسی هست که از اون تا زمان ما دیوان اشعار باقی مانده است. البته پیش از رودکی هم ما شاعران داشتیم که اونها را میگن نخستین شاعران فارسی گو به مثلا پیروزی مشرقی، ابو حفص سغدی، بهرام گور، محمد ابن وصیف، ولی رودکی نخستین کسی است که تا زمان ما از اون دیوان شعر باقی مانده است، اگرچه به مقداری که بسیار پراکنده شد و باقی مانده است. و همچنان که گفتیم هم قصیده هم غزل هم رباعی را که در شکل در ژانر رباعی و غزل و قصیده موافق هستند استاد رودکی نخستین بار گفت و این چیزها عامل شد که استاد را ما سردفتر ادبیات کلاسیکی و ملک الشعرای دوران سامانیان گوییم که بشناسیم. یکی از قصیده پره او مادری مای می باشد که به شکل پره‌اش در خزینه کتابخانه‌های کشور پیدا کردن ممکن می باشد. اما متاسفانه امروز برخی از جوانان درباره رودکی معلوماتی ندارند. محض به خاطر گرامی داشتی ملک الشعرا ابو عبدالله رودکی سال 2008 از 1150 سالگی این شاعر شیرین سخن در سطح جهانی تجلیل کرده شد. از آن پس تا به امروز سنه 22 سپتامبر روز رودکی برگزار کرده می شود. بخشیده به این روز در سطح جمهوری چاره‌بینی‌های ادبی و فرهنگی و محفل‌ها تشکیل و گذرانیده می شوند. همچنین تأسیس سامانه رودکی بی سبب نیست. این تقاضای زمان است. جوانان باید از اصل خویش دور نباشند، زیرا تاریخ گذشته را دانسته آینده را ساختن لازم. گزارش مفنوشکر و نسیم جان رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.